اگر ملت صدایش را بلند کرد مطمئن باشد که یگان حکومت ظالم ادامه نخواهد. اینا جمع اومده هم شلیسته اینا کنسیاتور هم اجازه دادن بزرگ هم همه بزرگ جمهوری شده فقط مسجد را نمیمونن سبب در چی باشه همیگه نترسیم باید ما دفاع کنیم همه خیزیم دفاع کنیم هرگ نمیکنه یک دیسکاتیک را محکم کنه که دیسکاتیک فلانیای ای والله قسم نخواه که شما بیایم در این مسجد چکنه محکم کنه زنجیر بند کنه حد مسجدها را من کرده رو تون سیاه دیسکاتیکو کلیانبرا کار کرده سای اونجا دا ویروس نیست مسجدهای برای مسلمان ها هوی کنین لیکن باید ما بخیزیم امروز حرکت کنیم نمونین مسجدها را محکم کنیم گفتنی هستم که مسجدها را بکشایید و ما از شما خسته شدیم. وقتی که امروز آغاز میکنیم با یک خبر خوش است بازم که کمیته دین در جمهوری امان اعلان داشته که از روز 1 فوریه انشاءالله در تمام مساجد در جمهوری امان گشوده می شود و مردم امکان پیدا میکنند که در همین گونه یک روز جمعه مبارک نماز عیدشان را نماز جمعه را برپا دارند. یک منبع نزدیک به مقامات کمیته دین تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که قرار است روز 1 فوریه در این مسجدها در تاجیکستان باز شده دوباره به نمازگزاری اجازه داده شود. یعنی ببینید نیروی مردم چقدر قوی است دوستان عزیز. یگان حکومت یگان دیکتاتور در برابر مردم مقاومت کرده نمیتواند. در صورت مردم را فشار میارد که مردم خاموش باشند.